سلام، خیلی خوش اومده. واقعا خوشحالم که دومین ویدیو سال جدید رو دارم واسهتون ضبط میکنم. البته قرار بود سومین ویدیو باشه چون موزیک ویدیوی زورتور مانکی کولد روم رو ضبط کردم و به محض اینکه آپلودش کردم تمام کاراشو کردم ذخیره رو زدم که پابلیک بشه کپی رایت خورد و کلی تلاش کردم که ویدیو کپی رایت نخوره. فکر کنم دوباره بعد از اول ضبطش بکنم ولی مشکلی نداره. امروز قرار بریم 12 تا ویدیوی نابی که تو اینترنت واسهتون پیدا کردم و با هم دیگه ببینیم. بعضیش ممکنه قبلا دیده باشین، هیچ مشکلی نداره، دوباره میبینید. در ادامه خوشحالم میکنید که همین الان لایک بکنید ویدیو رو و اگر از ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب بکنید. بزنید بریم ببینیم. اولین ویدیو رو میبینید از یه نوشته بسیار عجیبی شروع میشه، مدرسه دخترانه. ببینیم موضوع ویدیو چیه. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام. آره، برای امتحان امروز آماده شدی؟ آره عزیزم، آمادم. حدوداً 10 بار کتابو دوره کردم. باید بیشتر دوره کنیم، شاید امتحان خیلی سخت باشه. میای با هم بشینیم دوباره دوره کنیم درسا رو؟ آره عزیزم، چرا که نه. خب من تا اینجا بگم فکر میکنم درست باشه، چون تو اطرافیان دیدم معمولا بعضی از دخترها، حالا نسل خودمون رو نمیدونم، نسل ما هیچ کس درس خون نیست اصلا، چه پسر گرفته چه دختر. خیلی این اسکول مسکولا این وسط ها پیدا میشن که درس خونه، ولی دختره مثلا یه دهه قبلتر فکر کنم واقعا اینطوری بودن. دختره الان که نه بابا، همه توی یه فاز دیگه، ولی دمشون گرم، دوست دارن جوری که هستن خودشون رو نشون بدن، نه جوری که دوست دارن دیگران باشن. خودشونه، درس میخونه درس نمیخونه به کسی ربطی نداره. بریم ادامه‌شو ببینیم. چه یهو فلسفه‌ای شد این بخش ویدیو. بریم ببینیم. سلام داداش، میگن امروز امتحانه، راسته؟ سلام داداش. این دقیقا من. بچه‌هایی که از مدرسه ما دارن این ویدیو رو میبینن که دمشون گرم، فدایی دارن، این دقیقا منم. من رفتم روز اولم، بعد از یه مدت مریض بودم، رفتم سر کلاس، همه توی حیاط تو کتاب. فکر کنی آفتاب خیلی مزخرفی هم میزد. بعد رفتم از بچه ها پرسیدم بچه ها چه خبره؟ بچه ها یهو گفتن امتحانه. امتحان چی؟ پیام های آسمانی، همون هدیه ها. واقعا عصبی شدم و چون میدونید متاسفانه در ایران طبق اتفاقاتی که افتاده همه عزادار شدیم، برنامه ها فیلتر شد، هیچ کس تو من اطلاع نداد و خدا رو شکر من نمیدونستم، رفتم کلاس و جاتون خالی، خوب ریدم اومدم. بکر عشق من. بریم ادامهش ببینیم. آره، بعضیا میگن امتحانه. اصلا مال درس چیه؟ چه درسی امتحان داریم؟ من که خبر ندارم، ولی مثل این که امتحان ریاضیه. خودت اصلا چیز ازش دقیقا خوندی؟ منم. آماده ای؟ دقیقا. داداش من که یکی دو صفحه خوندم، ولی مثل این که امتحان از 50 صفحه است. از اوه کی اوه خرخون اوه. شدی؟ تو اصلا نباید دو کتاب باز. دو سه تا صفحه خونه از 50 تا صفحه خرخونه. بریم ببینیم ادامهش رو. کنی. داداش باز کردم فقط اطلاع داشته باشم. به نظرم همونم نباید باز میکردی. واقعا حیف اون چند ثانیه اون کتابو باز کردی. آره واقعا راست حیف میگه واقعا. داداش، حیف. حیف شد واقعا که چند ثانیه هم کتاب با کرد. بریم ویدیو بعدی. وایسا وایسا آقا وایسا. یکی که این ویدیو حاوی بسیار کپی رایته، دهنم سرویس شد سر ویدیو قبل و همین خاطر ویدیوشو آهنگشو نمیذارم، ویدیوشو ببینیم. خب ببینیم چی نوشته. من و رفیقام تو اتوبان داریم میریم، یک دفعه یکی با سرعت از بغلمون رد میشه. من میدونم قرارش اتفاقاتی بیفته چون این ویدیو رو دیده بودم. دقیقا این کارو من میکنم. من معمولا تو رانندگی آدم بسیار ریلکسی هستم و نمیذارم کسایی که کنارم نشستن اذیت بشن، به همین خاطر خیلی آروم میرم، مگر اینکه یکی کرم بریزه و سه سوت میگیرمش، نمیذارم اصلا رد بشه، یه جوری از کنارش رد میشم، کلکوپراش میریزه. حالا اگر دوست داشتین و این ویدیو رو لایک بکنید، یه ماشین سواری خوشگل ما هم دیگه میریم با رفقا، دقیقا همین تعدادیم ولی همه سنگین وزن،
هممون سنگین وزنیم، میشینیم توی پراید، یعنی انتظار نباید داشته باشید دیگه، ولی مثل فشنگ میره این پراید. دمش گرم، بزنم به تخته واقعا. فکر کنم این مدل پراید و سایپا لطف کرد فقط برای ما درست کرد، نمیدونم چطور هم چیزی امکان پذیره. ماشین پرواز میکنه، یعنی انقدر گاز میخوری که در واکنی ماشین پرواز کرده. بریم ادامهش ببینیم، بریم چه اتفاقی میفته. دقیقا همینه، دقیقا. ولی حالا این رفیقمون خیلی چیز نشون میداد، انرژی نشون میداد، ولی من با ریلکسی یارو رو میگیرم، اصلا نمیذارم داستانی اتفاق بیفته با ایمنی کامل. بریم بعدی، ویدیو بعدی، خدا کنه کپی رایت نداشته بریم غذا وایسا. منم چرا این کیفیت های ویدیو خیلی انگار یا پایینیه خیلی بالاه، اذیت میکنه لپتاپ وقتی میاره. بریم ببینیم. این شخصی که شما اینجا میبینید، امیدوارم موس معلوم باشه دارم روش میکشم، دقیقا رفیق من. انا همین که ویدیو رو باز کردم از نیمروخ کپیشه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. داشت بریم غذا بخوریم، من گشتمه. باش یه سیگار بکشیم بعد داشت بریم سر کلاس دیگه، دیر شد. باش یه سیگار بکشیم بعد دقیقا صداش خودشه. شرمنده. بیا تو باشگاه منتظر بریم ما. بریم. یه سیگار بکشیم بعد دیر نیست مگه؟ نه سیگار سیگار چیزه. امیر دماغش هم عمل کرده، بریم یه سر بهش بزنیم. بریم یه سیگار بکشیم. سیگار الان سیگار دار سیگار چیزه. اما بشین بریم یه گویی بخوریم دیگه. بخوریم ولی یه سیگار بکشیم بعد. عالی بود. محمود سیگار داری بکشیم؟ آره ولی یه سیگار بکشیم بعد یه سیگار بکشیم. چه بادی هم، یعنی صدای خود ویدیوه. سیگارو خورد. عالی بود ویدیوش، عالی بود. نمیدونم هرچی دادش، اگر این ویدیو رو میبینی کپی خودته، باور کن خودتی ها، اصلا هر حرکتی میزنیم همینطوریه. بریم ویدیو بعدی ببینیم. وایس من واقعا نمیدونم، عذرخواهی میکنم، فکر کنم باید مشکلشو برطرف کنم. این مشکل داره از آقای اندرو تیت عزیز. من نمیدونم این فرد چی کار کرده. خیلی از صحبتاشو میشنوم و واقعا هم در بعضی از مسائل راست میگه و جوانه الان متوجهش میشن، مثل ما و بقیه برای بچه ها حرفای درستی میزنه. ولی بازم میگم اگر ماتریکس واقعی باشه، که من خودم احساس میکنم واقعیه، باید حرفاش گوش بدیم. شما هم گوش بدید. حالا نه به این تند و تیزی که خودش میگه، چون خیلی قوی حرفاشو میزنه و اصلا ترسی نداره. عواقبش هم دیدیم که 2 سال فکر کنم شد الان توی زندان بود و آزادش کردن. نمیدونیم واقعیت دروغشو، کاری هم نداریم، ولی کلا باید حواسمون بهش باشه، زندگیمون تکراری نشه. هیچکس از زندگی تکراری خوشش نمیاد، حتی اگر تو ماتریکس باشیم تکراری نشه. اگر حالمون رو زندگی داشت خسته میکرد و خوشمون نمیومد، یه برای تغییر دادنش یه فکری بکنیم، نذاریم به یه منوال بری جلو. بریم ببینیم این ویدیو رو. Every teachers union from Norway to Australia to the UK to America, teachers unions were coming out saying that young boys aren't listening in school anymore because they keep asking the teacher what color their brigade is. این ویدیوشو نمیدونم دیدین یا نه، ولی حتما توی یه شورت ویدیو واسهتون میذارم که چه اتفاقی افتاد. این رنگ بوگاتیه تو چه رنگیه خیلی ترکوند و جدیدن هم بچه های دانش آموزا، من فکر کنم تو ایران هم شنیدم اتفاق افتاده، ولی طبق گفته خودش تو خارج هم میان به بچه ها، به معلماشون میگن بوگاتیتون چه رنگیه، چون میدونین که معلم اول سال که وارد میشن و تا آخر سال میگن این امتحانا، این درسایی که میخونید همشون برای پیشرفت خودتونه. خب درسته، ما قبول داریم برای پیشرفت خودمون. شما که معلم مایی چرا پیشرفت نکردی؟
تا یه جایی مربوط به مملکت دیگه. خب از یه جایی به بعد مربوط به خودتونه. چرا برای راهی که خودتون نتونستید برید بچه ها رو ذوق زده میکنید؟ این هم بحث مهمیه که معلم های عزیزمون حواسشون باشه. اطلاع بدونی که آقا اگه درس بخونی تهش اینطوری میشی، اگه درس نخونی تهش اینطوری میشی. اگه درس نخونی بیکار باشی اینطوری میشی، ولی اگه درس بخونی درس نخونی بخوای موفق باشی اینطوری میشی. اینطوری خیلی بهتره که وقت بچه ها رو 12-13 سال یا حتی بیشتر، من دیدم حتی یه ویدیو هم مربوط بهش داریم، بخونیم درس رو بریم جلو تا هیچ اتفاق نیفته. که خنده است. اوه این ویدیو وایسا استاپ چیزش. این آقا چی میگه؟ نوشی 1 سیگما وقتی توی این شرایط قرار میگیره. خب حالا میبینیم چه اتفاقی میفته. بذاریم من مثلا توضیح بدم. این آقا خوشگله با این سیبیل که نه پوسخمه، اینجا رو میگم پوسخمه دیگه، نمیدونم چی میگه. این آقا مجری خیلی مشکلیه. خب اونه که آقا هیکل خوشگل هم دیدیم که فایر فایتره. خب آتش نشانه. انگلیش سو سمال. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته بینشون. من این ویدیو رو دیدم دوبس مخم ترکید. بریم ببینیم. Hello. How long you been a firefighter? 5 years. You like it? 5 سال. Love it. مثلا یه نگاهی کرد که مثلا داشت مسخرهش میگم. ببینیم چی You میگه. one of those gung ho guys? تو از اون دست آدمایی هستی که بدون ترس وارد ساختمونه در حال سوختن میشه با لحن طعنه هم. Holding no fear. Run into burning building while guys like you are running out screaming like little girls. دوبس اصلا جمع ترکید انقدر این سوخنش باحال بود. یارو اصلا من فکر ادامه‌شو نذاشته. کلا چند سالیه 21 ثانیه است ولی میترکونه مخورم. تهش هم که این آقا خوشگله رو زده. این فیلمو من ندیدم، یعنی من اسمش چی بود؟ بریکینگ بد رو دیدم، پیکی بلایندرز رو دیدم، ولی اینو ندیدم. اسمشو اگر میدونید توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی مشتاقم که برم ببینمش. خیلی انگار از سیگما بودنش حرف میزنن. شاید هم یه ویدیو ساختم در مورد سیگما بودن، چون خیلی حتی تو خانواده خودم هم نمیدونن سیگما یعنی چی. خب چیز مهمی نبود. خیلی تو خانواده خودم هم هستن که نمیدونن سیگما بودن یعنی چی. اگر دوست دارید شما هم بدونید داستان چیه، بریم در موردش تحقیق کنیم و توی یه ویدیو بیایم صحبت کنیم در موردش. بریم ویدیو بعدی. تو رو خدا چرا این ویدیو رو اینطوری میاد؟ من نمیفهمم. تو رو خدا اسم فیلم هم ننوشین بنویسین چرا این اینطوریه. دمتون گرم. نوشته وقتی هنگام رانندگی مامانت میشینه بغلت. چقدر ادبی نوشته. اوف. بریم ببینیم. Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Yok anne. راست میگه. راست میگه. اصلا از یه جایی کلا میترسم. من مامان خودم هم دیدم از یه جایی که میترسم دیگه کلا نمیفهمی چی میگه، فقط جیغ و دادشو میشنوی. حرف میزنه ولی نمیفهمی. راست میگه. دقیقا همینه. واقعا دقیقا همینه. خیلی خلاقن اینا. از رو واقعیت هایی که دیده نمیشن میان ویدیو درست میکنن. من مامانم که کنارم میشینه موقع رانندگی، من معمولا بالای 80 تا نمیرم چون ماشین پرایده دیگه، قدرت نداره. یا میری رو 120 ماشین پرواز میکنه یا تو میری ماشین میمونه. انقدر ماشین داغونه. ماشین خودش سالمه از نوع ساختش میگم، چون میدونی پراید اصلا سفت نیست. واقعا اینطوریه. بعد پراید هم وقتی گاز میدی از 80 تا که مثلا میره بالاتر میشه 85 تا، کلن ماشین میلرزه، درا میخوره و هم دیگه میلرزه ماشین، بد فرم. به همین خاطر من نمیرم، خودم تنها هم چرا تا 100 تا رو میرم. شما این کار نکنید با پراید، حداقل این کار رو نکنید. اگر ماشین از اوقاتو میگیریم با پراید همچین حرکتی توش نزنید.
آره حواستون باشه. بریم ویدیو بعدی. این تا ناموس حقه. خب یه مدتی این کثافت توی اینستا پر شده بود، وا می‌کردی این آهنگ پر بود. بذار من آهنگش هم کم بکنم چون فکر میکنم تا ناموس کپی رایت بخوریم. بریم ببینیم اینستا رو که باز میکنیم، دوتا میمون با چند سال فاصله وایستادن و قبل و بعدشون رو میذارن. دقیقا اینطوریه. من نمیفهمم. بعد حالا جالبش میدونی واسم چیه؟ دخترای کم سن و سال بودن، مثلا یه 16 ساله با یه 20 ساله، نمیدونم با حتی بالاتر، خیلی اختلاف سنیشون زیاد بود. برای منم عجیب بود. اینا هم که پیدا کردم آوردم ببینیم، اصلا واقعیت محض بود. خواهش میکنم چیزای چرت و پرت و ترند نکنید، خواهش میکنم. شما بیننده عزیز حیوان. به اون اشخاصی میگم که برمیدارن چرت و پرت و ترند میکنن. آخه این چیه؟ قبل و بعد شما به چه درد ما میخوره؟ اینا هم مربوط به همون ماتریکس میشه که شما وارد یه برنامه عمومی میشی، یه چیزو هی تکراری میبینی فقط با قالب‌های متفاوت. نکنید این کارو آقا، نکن، خواهش میکنم. شعور داشته باش. یه 4 تا چیز درست حسابی بذارید، یه کانتنت از خودتون بسازید. اینایی که ما میایم روشون ریاکشن میذاریم یعنی دیگه خیلی چرته که آوردیم ما اینجا روشون داریم ریاکشن میذاریم. حالا از سیگما و نمیدونم 2-3 تا ویدیو بگذاریم، بعضی از ریاکشن ها رو که میبینید علی بروکس و خیلی از بچه‌ها دیگه که ریاکشن میذارن، اینا ویدیوهای پارکی، اینا از بس چرتن میان مردم روشون ریاکشن میذارن. خب مثلا یه ریاکشن کار نباید بیاد چرت و پرت ریاکشن بذاره، باید یه چیز باحال که همه دوست دارن. ولی از بس همه چرت و پرت دوست دارن، عجیبه واسه. شاید هم علایق متفاوته، نمیدونم. بریم ویدیو بعدی ببینیم. اوه این ویدیو رو من یه مقدار دوستش دارم. اسمش چالش مارشملوه. خب شما چند تا مارشملو برمیداری، خورد میکنی، کوچیک میکنی و با حاج خانوم از این بازی ها میکنی. خب حالا بازی رو نگاه کن. عزیزم تکون نخور. Marshmallows. Whoa! یعنی این حرکت بسکتبالیستا به هم بگن، خواهش میکنم راستشو بهم بگین، این حرکت از بس حال میده که توپ انداختن از فاصله 200 متری به آدم حال نمیده. توپ بسکتبال رو میگم، توپ بسکتبال از فاصله خیلی دورم بندازی یه چیز موقتیه، ولی این ویدیو حالش بسیار طولانی تره. اگه دروغ میگم بنویسید دیگه، بنویسید آقا چرت و پرت نگو. ولی واقعا این، حالا فکر کن همچین ویدیویی شما 200 متر عقب‌تر بایستی بزنی، خفن‌تر از خفن میشه. اصلا سوپرمن، فیلم سوپرمن رو ببینی باحال‌تره. بریم ادامه‌اش ببینیم. Score! Wait, I still have like 10 left. اوه 10 تا I دیگه can't make it. مونده. Can you like spread them apart so I can like make it? Whoa! Wow! چقدر افتخار میکنی رو خودش. I get to eat. Oh my gosh! After this, I get to eat out of it. Okay, here I go. Oh my god. دیدی چی گفت؟ حالا بذار بریم ویدیوی بعدی. وایس. این هم ویدیوی دوست داشتنی. چقدر من ویدیوی دوست داشتنی براتون جمع کردم. امیدوارم شما هم توی دوست داشته باشید. خواهشاً تو با لایک کردنتون ویدیو رو لایک کنید. با لایک کردن ویدیو بهم بفهمون دوست دارید از این ویدیو ها، من بازم بذارم. نحوه هماهنگی من و رفیقم برای بیرون رفتن. بریم ببینیم داشتمون چیکار میکنه. الو بریم بیرون. بریم کجا؟ نمیدونم. با کی؟ نمیدونم. بپوش. میپوشم. پایینم. اومدم. محتوای صحبت کردن من و پارسا دوستم دقیقا همینقدره. سلام، چطوری؟ کجا بریم؟ با چی بریم؟ تا کی بریم؟ همین. زمان صحبت من با پارسا، من حتی حاضرم توی یه ویدیو بیارم گوشیمو بهتون نشون بدم زمان صحبت کردن با پارسا چقدر طول میکشه. اصلا هم توی باش زنگ میزنیم باش
صحبت میکنیم ببینید چقدر طول میکشه. فقط 10 ثانیه هم کمتر فکر کنم. 10 ثانیه‌ای ما حرفمون رو به هم دیگه میزنیم و وقتی میایم بیرون از این ساکت تریم. 10 ثانیه هم نمیشه، با 5 ثانیه هم نمیشه صحبت کردن، فقط با همین. به این میگن رفاقت. هر کسی رو رفیق ندونید، سوسماس. یه ویدیو اومده بود میگفت هر کسی رفیق نیست و اینجور چیزا. راست میگه، همه رفیق نمیتونن بشن، فقط تعدادی از افراد. بعضیا فقط دوستن، رفیق نیستن. بریم ببینیم ادامه چی میگه برامون ویدیو بعدی. آقا چرا اینطوری خواهی بود؟ خب سری نبود، چون من اینطوری خوندم سری نبود اما منطقی بود. بریم ببینیم، انگار تو جنگ اتفاق میفته. خب سلاحشون میذاره زمین، حریفش هم سلاحشون میذاره زمین، بهش میخنده و میذاره. اوه با جکی چان رفته. عالی بود، عالی بود. بذار یه بار دیگه ببینیم، واقعا حقش هست. یه بار دیگه ببینیم. عاشق قیافه یارو هم. قیافه شو عالی بود، عالی بود. بریم ویدیو بعدی. اوه سم خالص واسه‌تون آوردم. یعنی من چون این ویدیو رو من بعضیاشو از اول دیدم، اون چند ثانیه اولش دیدم، کلکوپرتون میریزه. فکر کنم اسم این فیلم 365 روزه، نمیدونم. بازیگرای خفنی هم توشون بازی کردن، فقط نمیدونم چرا یه جوری هن. نمیدونم شما با من هم نظرید یا نه، یه جوری قیافه هاشون، یه حرکت، یه اکتایی دارن اصلا آدم پشماش میریزه. بذاریم ببینیم سمهای 365 روز. فکر کنم اسم فیلمه، نمیدونم. اگر میدونید تو کامنت رو برام بنویسید. بریم ببینیم. راست میگه، دقیقا خودشه. چرا اینطوری میکنه یارو؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم آقا. تیک داشتن توی یه کاراکتر لازمه این نیستش که حتما باید لب و لوچش رو جمع بکنه، نمیدونم این ور اون ور بکنه. یعنی چی آخه؟ زخمکاری اگر دیده باشید، شخصیت اصلی مالک خیلی تیک خوبی داشت، یعنی جالب تیکش رو انجام میداد. جواد عزتی یه تیک داشت مثلا اینطوری بود، خیلی خوب انجام میداد. ولی من نمیدونم فیلم های خارجی تیک های بسیار عجیبی دارن. بریم ویدیو بعدی. ویدیو بعدی آخرین ویدیوه. اگر تا اینجا سابسکرایب نکردید 23 دقیقه ویدیو شده، سابسکرایب کنید. این انصاف نیست. من نیم ساعت اینجا نشستم دارم واسهتون ویدیو درست میکنم. سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. بریم ویدیو آخر رو ببینیم. اوه وایس بذار من اول اینجا رو نبینم. این ویدیو از اینجا به بعد یکم غیر اسلامی میشه. خواهر و برادرایی که روزه میگیرن خواهش میکنم ادامه این ویدیو رو نبینن و از همینجا باشون خدافظی میکنیم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. و بچه باحالایی که دوست دارن تا اینجا رو نگاه بکنن، چند ثانیه از 15 ثانیه است، این 15 ثانیه ها همراه من باشن و برم برای اون بچهای نمازخوان اطلاع بدن که چی دیدن، تا اونا هم متوجه بشن. سم سلام فرمانده. بریم ببینیم داستان چیه. واقعا نمیدونم چی بگم. بذارم از اول.
حیف واقعا. 24 دقیقه شد، روز 26 دقیقه‌ای تمام میشه. دیدین گفتم دیدین کاش اول ویدیو میگفتم واسهتون یه سم آوردم دوبس. واقعا این مگسه من نمیدونم اینجا چی میخواد. پدر سگ چی بیناموسی شدن این مگس ها. دوباره شروع شد مگس ها. حالا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون. واقعا زنان ایرانی، بانوان ایرانی قابل ستایش هستن. خب بسیار زن باوقاری هستن، قدرتمند. خواهش میکنم از این کارا نکنید، آروم باشید. ما هستیم، همه در کنار هم. از این آهنگا بازم بسازیم. من از سازمان صدا و سیما واقعا تشکر میکنم که از این آهنگا میسازن، چون این خودش یه چالش بسیار بزرگیه و فکر کنم تو ویدیوشو حتما بذارم. خواهش میکنم بازم از سلام فرمانده 2 سلام فرمانده 3 بسازید. بذارید ما جوانای ایرانی شاد باشیم، انرژی بگیریم. دمتون گرم. و در انتها بسیار سپاسگزارم که تا اینجا همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. بسیار ویدیو دلبخشی بود برای ما، مخصوصا ویدیوی آخر که همه محکم زدم رو مستنش سرویس شد. 27 دقیقه تقریبا ویدیو شد. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. بزنید چند ثانیه هم تمام میشه. 1 2 3 خداحافظ.